فراموش کردند. هرچند فراموشی و خطا ضعف باشند، تلافیشان خارج از امکان نیست. کافی است که انسان با پشیمانی درونی برای پاک شدن به سوی چشمه پالایش بشتابد. خطایی که بالایش اصرار می شود، اشتباهی که احساس ناراحتی به بار نمی آورد و به زودی فراموش می شود، اما بعضا در آینده نه چندان دور از گریبان صاحبش خواهد گرفت. حال یک داستان دراماتیک و عبرت انگیز را با هم تماشا می کنیم. بچه ما چی کردیم؟ چرا مرا پیش لالایت میبری؟ این قسم بهتر است مادر. پیش ما باشی خار و ذلیل میشی. در خانه مجردی تک و تنها خو نمیشه. اوجا لالایم تو رو پیش دکتر میبره. جای تشویش نیست مادر. اونجا لالایم است، ینگیم است. اونجا راحت میباشی. ازت مراقبت میکنن. بعد است زنکی کسیم تو رو باید آدم داره نکو بچیم نکو رسیده مادر. عجیب است. اینا کجاستن؟ برون ببینم. بیا مادر جان. محکم دیگه. آفرین. عثمان این دیگه از کجا پیدا شد؟ چرا اصلا دستی؟ برو یک دفعه سعی کن. سینون مادر خیریت باشه. اینجا چی میکنن؟ مادرم آوردم لالا. بعد از شما ازش مراقبت کنیم. یعنی چه که ما مراقبت کنیم؟ درداش بیخی زیاد شده. من و تنهایی نمیتونم. با یگان دکتر ببرین. من چی بفهمم؟ هر چی میکنین بکنین. آدم اول خبر میته سینون. اتر دفتن آوردی؟ مرا لوده فکر کردین چطور؟ بیزو مرا در جوانیم تنها مانده رفتیم. از ما دیگه هم یک قدر بود بیادر. دیگه ش خودتون میفهمین. سینون صبر کو. سینون اوه خدایا. سینون اوه خدای من. شما چه قسم مردم هستین؟ من نمیفهمم. خوش آمدی مادر. خوش باشی بچه. بیا مادر بیا. او بچه بی غیرت تو ریلا کرد ولی من هستم. بیا مادر. آیسته بچه. خوش آمدی. خوش باشی نسرین. میبخشی دخترم ناراحتتان ساختم. عثمان یک دقیقه بیا. ای چطور خواد شد عثمان؟ ما چی بفهم نسرین؟ یگان چاره خواد کردیم. یکی درست صبر کو. اینجا جای ماندن است. در کنج سالن ماندهش. ماشاءالله. خی کجا بانو؟ در کجا دیدی که در کنج سالن مانده باشن؟
او یک زن معیوب است. پاچاواری تکیه دادنشه بیبی. بیا اینجا. جایشو برات نشان میتونم. خب اینجا توشکش هوار میکنم. ما او را در سالن نمیمانم. درست است آرام باش. در جوانیش باید میمردی. پیر معیوب زندگی من رو هوا ساختی. باورم نمیشه. یک کیلو آردم خود بتازن دخترم. کاکا. 2 دانه مایه کالوشویی هم بته. درست است. خیرات باشه نسرین، او خدر مایی کالشویی چی میکنی؟ هیچ پرسان نکن ناهید خواهر. خوشوی مریض است. تشناب رفتن نمیتونه. پاکاریش هم میکنم. گفته جانم برآمد به خدا. خانه تو بوی میته که حیران بانی. الا که همراه اینا پاک شوه. خدا برات صبر بده نسرین. حسن نان چاشت آوردم. زنده باشی خانم. وضع ملاحت خواهر قدر خراب است؟ جانم برآمد به خدا. نمیفهمم از کجا پیدا شد. تحمل داشته باش دخترم. انسان مطابق سن سالش نوازش داده میشه. هرچی نباشه بجای مادرت هست. حقش ادا شده نمیتونه. مادر من خونه حسن کاکا. من چرا حقش ادا کنم؟ ها ناهید خواهر. یه هفته دستوزی ها در خانه من است. از خاطر منتظرت هستم. انشالله میایم نسرین. بخیر بری. خدا حافظ دخترم. خدا پشت پناهت. از خشوع قدر بد توصیف شده هستند که کوچکترین حرکت خشوع را عروساش به حد کلان میکنه که هیچ پرسان نکو. چگونه بودن انسان بعضا در آخرت بعضا هم در این دنیا معلوم میشه. در اصل انسان هر چی که میکنه با خود میکنه خانم. راست میگی. نسرین عثمان بچیم. اوف. چی میخوای مادر؟ بچیم از گشنگی مردم. یک تا نان خوب بتین. خو نسرین پشت سودا رفته. حال میایه. بچیم باز چی است؟ بچیم دردایم زیاد شده. اگه میتونین مرا دکتر ببرین. حالا پیسه ندارم. دایی وقت شفاخانه رفتن چقدر مصرف داره؟ ایره خبر داری؟ باز میبرم. حالا صبر کو. فقط که پیسه چاپ میکنم عجیب است به خدا. کجا میری عثمان؟ قهوه خانه میرم. اوه چقدر خوب. تو در بیرونا چکر بزن. من اینجا چتلیای مادرت پاک میکنم. خوب حضور برای خودتان پیدا کردن. نسرین با من بیبی عثمان. شفاخانه میبریش، باسایشگاه میبریش. من کاری ندارم. هر چی میکنی بکو. این زن از اینجا گم کن. خو نسرین یک کار میکنم. این باز چی میخواه؟ با خیالم گشنه شده. یک دفعه ببینش. اوف. چی که پس چی میگی؟ همیشه همراه تو مصروف باشم؟ نوکرت خونه استم. ده هر بار صدا کردنت به خدمتت بیایم. دختر من چی میخوای بگو؟ گوش نشده. یگان چیز پخته کردی. اوه گاهی نان میگه گاهی او. شیر مرغم میخوای جانم؟ صبر کو ببینم. نکنه تو خود خانومی خانه فکر کردی. من نوکرت نیستم. زیاد گوش نشدی؟ بگی. اینه همی بست است. قابل پرداخت.
چه آدم کم جرأتی هستی تو؟ سر برادرت گپت قبولانده نمیتونی؟ این زنکر گرفتی حالی از دستش نجات یافته نمیتونه. اوف اگه قیامتون بیای بازم تقصیر ماست. عثمان شما آمدید؟ بله آمدیم. برو ببین که چی میخواه. من خو میکنم. اوه عثمان چقدر بیغم هستی. عثمان نسرین دخترم توی نسرین سرت بخور انشالله. چی گپ است؟ تو چی میخوایی؟ گفتم دوای من میگیرم از بشه مفتی. تو خون مرا دیوانه میساسی. برای 100 دفعه گفتم که احتیاط کن. اینجا رو تو سعی کن. اوف چای تشنه واره بوی میته. تو اینا رو قصدن میکنی. سبا میمارای گفتن که میاین میخوایی مرا پیش اونا رسوا کنی. خستم ساختی تو. اما سرد از دخترم لطفاً وارزش نکن. این بوی از این خانه چه خواستم گم شوم؟ خدا جزایتون بده. خدا و جزایتون بده. خسته شدم ببینی رسیدم از دست تو. مرا ببخش دخترم. بس کن دیگه. این کلکینا تا سواره حتی تا گم شدن بوی آواز میمونه. بلند پست که سرما میخوری یا نه؟ دخترم دوای بار حالا دوایت دیگه. ایام از اولادم. خداوندا تو من از این حالت نجات بده. نسرین از تو بسیار خوشم آمد. از تو بسیار مقبول است. ای از تو دختر؟ اینه تو آوردی؟ ای چقدر خوب دختر شده. راستش خوشویم دختر. دستوسش بسیار مقبول است. زن با سلیقه آمد. چقدر خوب. بسیار طالبند هستی به خدا. چقدر خوبی خوشو داری. نسرین ملاحت خواهر یک دفعه میخواستم ببینم کجاست؟ در اتاق روبرو خواب است. خوب است از دیگه. حالا یگان چیز بخورم. بیا تو هم کمکم کن. بیا دیگه. بسیار خوب آمدم. متت بیایم. دختر من چی میخوای بگو؟ گوش نشده. یگان چیز پخته کردی؟ اوه گای نان میگه گای او. شیر مرغ میخوای جانم؟ صبر کو ببینم نکنه تو خود خانومی خانه فکر کردی. نسرین ملاحت خواهر یک دفعه میخواستم ببینم کجاست؟ در اتاق روبرو خواب است. خوب است از دیگه. حالا یگان چیز بخورم. بیا تو هم کمکم کن. بیا دیگه. بسیار خوب آمدم. سلام ملاحت خواهر. من ناهید هستم، خانم حسن دکاندار. خوش آمدی ناهید. خوش باشی خواهر. ای چی حال است ملاحت خواهر؟ ای کلکین چرا باز است؟ تو خنک نمیخوری؟ خنک خو میخورم اما آروسم کلکین آواز مانده میگه بوی بد میده. سعی تو ای تو رام شده؟ مریض میشی؟ ای چی قسم گپ است؟ وضعت مثل که چندان خوبم نیست ملاحت خواهر. چطور خوب باشم خواهر؟ شفاخانه میگم نمیبرن، دوا میگم نمیخرن، امینان خوشکم به زور بریم میتن. عثمانم بر توجه نشان نمیتن؟ عثمان چی کده میتانه؟ اختیارش ده دست آروسم است. برش میگه خوشی میتر کده، خوشی موتر کده. او هم چشم بسته گپایش باور میکنه. بچه ریزیم هم مر اینجا آورده اعلایم کرد. چی کنم؟ درد ما به کی بگویم؟ با این سر و وضعی که من دارم کجا رفتم میتانم؟ بعضی وقتا میگم خدا هرچی زودتر جان مرا بگیره که من بخم شوم. آه تو رو نگو خواهر، به همین حالشم شکر. خدا از بد بترش نجات بده. خداوند کسی را به کسی محتاج نسازه. آمین.
بسیار خوشمزه آمدن. نوش جانتان، اما ورزش و زیبایی دستمالایتان نمیرسه. از این کارت هیچ خوشم نامد نسرین، هیچ خوشم نامد. او زن بیچاره در چی حال است؟ چی شده ناهید خواهر؟ اضافه از این چی شود؟ این چی روز است که سر ملاحت خواهر آوردی؟ از بی‌پرواییتان بیچاره مریض شده. اتاقش بسیار بوی بد میته. گشنه و تشنه در اتاق شیشته. شاید شما غلط درک کردین، اما من هر روز فکر کن ما غلط درک کردیم. ملاحت خواهرم دروغ میگه؟ برش گفتن نان خوش کن برات اضافه است. شاید امروز فراموشم شده باشه جانم. از دست این دستمالا کی برم هوش و فکر ماندنه. بیبی دخترم، برات یک نصیحت میکنم. در مورد او هر قسم که فکر میکنی بکن. هرچی نباشه بالاخره کلان است. مریض است و به مراقبت نیاز داره. کل ما مادر داریم. ما هم مادر هستیم. هیچ کدام ما این قسم رفتار نمیکنیم. انسان‌های خوب در روزهای بد معلوم میشن دخترم. از او خاطر روش تا سرت بگی و اصلاح شو دخترم، اصلاح شو. ناهید خواهر راست میگه، واقعا حق با جانب است، باید گپش گوش کن. بفرمایید. تشکر. تو و استغفر الله. خیرت باشه خانم. سر نسرین اعصابم خراب شد. سر ملاحت خواهر ظلم نمانده که نکرده باشه. بیچاره زنکه را در یک حالت قرار داده که پرسان نکو. خداوند به انسان‌ها ظلم نمیکنه. هم انسان‌ها به خود ظلم میکنن. چی کنی دیگه؟ دنیا هم طور است. کی میفهمید که ملاحت خواهر به این روزا دچار میشه؟ دنیا است دیگه. انسان گذشته خدا نه، آینده خدا باید فکر کنه. حسن خان راست گفتی. اگه کسی میخواه محتاج کسی نشه، باید به فکر آینده خود باشه. خوش آمدن. خوش شدم دیدم دخترم. خداحافظ، خوش آمدن. حالا برات نشان میدم تو همراه من چی مشکل داری، از جان من چی میخوای؟ برات نشان میدم. تو شرم نمیکنی از من شکایت کردن پیش مردم رسوایی میسازی؟ تو شرم نداری؟ دروغ نکن، میکشم های ملاحت دروغ میگن. کره گپار از پیش خودت جور کردن. حالا از دست من نجات پیدا کردن نمیتونی، نجات پیدا کردن نمیتونی. الهیت میکنم چرا نه؟ اما نه در خانه خودم، ماندن در خانه دیگه حرام است، حرام است، میفهمی؟ بیا گپ نزن. گناه این است که تو این روز تو رو تحمل کردم. در این خانه داخل شده دیگه نمیتونی. ما حالا برات نشان میدم که شیطانی کردن یعنی چی. مرا نبر. کجا میبری؟ خانه ما زندگی من کل چیز ما زیر رو کردی. حوصله ما گرفتی. جای تو دیگه اینجا نیست. حال دروغ گفتن رو برات نشان میتونم، زندگی کردن رو برات نشان میتونم. بودن در اینجا بسیار خوبش معلوم میشه. همینجا باش تا بفهمی که گپ زدن یعنی چی. یک دفعه که در بیرون ماندی خونو خوردی باز و قدر مرا میفهمی. همینجا باش تا بفهمی. نسرین دخترم، مرا اعلان نکن دخترم. نسرین مادر تو اینجا چی میکنی؟ تو رو چی شده مادر جان؟ دیگه گندگی هستی. نسرین تو چی میکنی؟ صبر کن نسرین. بس گفتم بس. تو دیوانه شدی؟ دیوانه شدم، فهمیدی دیوانه شدم. بالاخره منو دیوانه کردین. این زنکه دیگه در خانه ما آمدن نمیتونم، میفهمی یعنی چی کار بدن نمیتونم؟ مادر با سر سرک بانم. من این کارو میکنم. جوانی خودت با کردن شتلی و کثافت رو برای زنکه تیر کنم نمیتونم. با من چی کجا میشه؟ دخترم لطفاً مرا رها نکن. نکن نسرین. بیبی کلگی سیل ما را دارن. با من چی که سیل دارن؟ بیبی عثمان
اگه این زنه کرد در خانه ما بیاری قسم میخورم جلو پستک ما گرفتن برای همش میرم از اینجا. فهمیدی؟ خب پس میگی چی کار کنم نسرین؟ چی کار کنی؟ برو خانه به بیادر تلفن کن بیا مادرشو ببره. غیرتش هم نیسته؟ نکن کارش ما باید انجام بتون اما ما نداره. گناه این است که تو امروز صبر کردیم. مادرشو بگیر و هر چی میکنه بکنه. نمیخوایم. فهمیدی؟ نمیخوایم. تو هنوز اونجا ایستاده هستی؟ تو رو میگم بیا عثمان. عثمان من تنها نمان بچه. عثمان عثمان میای یا که بیایم؟ خدایا تو در قلب اینا رحم بنداز یارم. به دست و پای شدن بسیار مشکل است. تو نجاتم بده خداوندا. بالاخره کاری رو که کرده بودی سر خودت آمد ملاحت. نکو بخش که بیایی دپش. نه فکر نمیکنم سر خودم بیایم. دخترم چی میگی؟ پیرزن کثافت عمرت خوردی چرا نمیموری؟ زندگی ما تباه ساختی. من به تو چی کردم دخترم؟ زندگی ما تباه ساختی. خانه رو بریم زندان درست کردی. باز میگی که ما چی کردیم؟ از پاک کردن چتلی دست نان دادن دیگه خسته شدیم. فهمیدی؟ دادا گیدی یک تنان از دخترم. یه تنان خوبان اون من زیاده. چی میکنی منو؟ نکن خب نکن چه گفتم؟ این خانه یک خانم داره او ما هر مدی که میکنی بکن. ما چه ماده این خانه بزرگ هستیم یا عروس هستم؟ دعا میکنم که یالت سر خودت بیایم. خدا جزایی تو بده. تو باری انسان ها رو باید انسان در بتر از شرت خلاص شوم. هیچ کس نجات دادن مدادم برسه همسایا چی برسه؟ مدادم برسه همسایا. شکریه خاله خوب هستی؟ چی میکنی وزه؟ شرم نمیکنی بیچاره رو دست سرک انداختی؟ شرم نمیکنم فهمیدی اصلا گناهی بس گیره نگاه کردم. بیا این شکریه خاله بیا. این قسم آدم ها باید در بگیرن. فقط آتش میتونه اینا رو پاک کنن. مالا تو هیچ انصاف نداری. این کاری که میکنی فکر میکنی یک روز سر خودت نخواد اومد؟ که بیای با تو چی که میآید؟ یک روز خواهد آمد. خداوند دی حالت سر تو خواهد آمد. باز میبینی. خدایا من چی کردم؟ خودم با دستای خودم خودم تباه ساختم. نجاتم بده خدایا. بیننده های عزیز، فرزنده که حقوق والدین را پایمال می کند و در برابرشان عصیان می ورزد، جز حیوان وحشی چیزی دیگری نخواهد بود. پدر و مادر دو موجود مقدسی اند که باید مورد احترام فرزندان قرار گیرند. کسی که در حرمت کردن کوتاهی می کند، در حقیقت در برابر حق قرار گرفته است. کسی که شان را خوار و ذلیل می کنند، دیر یا زود خود خوار و ذلیل خواهند شد. بله بیننده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی از قسمت های دیگر. حوادث اسرارآمیز زندگیتان را با ما در میان بگذارید، زیرا این حوادث افق دید ما را نسبت به زندگی